100 روز پیش این جنگل چیزی جز یک قبرستان نبود، اما حالا با گذر زمان از میان باران و آتش تکامل پیدا کرده، شکل گرفتن امپراتوری ها و از بین رفتن شکارچی ها رو تماشا کنید. سوال اصلی اینه که کی تا آخر زنده میمونه؟ در روز اول یه مخزن با مقدار زیادی خاک، یک تکه چوب و یه اسکلت روباه کامل ساخته میشه. شاید الان خالی به نظر بیاد، ولی جایی که مرگ هست همیشه زندگی هم وجود داره. اولین گیاه شروع کرد به رشد کردن و با زیباییش کل مخزن رو در بر گرفت. موجودات به اندازه های کوچیک و بزرگ پدید اومدن. حلزونا که اولین نشونه های حیات بودن، بیشتر وقتشونو صرف به غذا خوردن میکردن و همه چیز در صلح بود. البته قرار نبود اوضاع زیادی آروم بمونه. گیاها شروع کرده بودن به ناپدید شدن، اونم نه به خاطر حلزونا. یه موجود دیگه داشت ازشون تغذیه میکرد.